داستان امشب ما مربوط به دانشمند و محققی بزرگ است که هرگز از سطح علم و دانش خود راضی نبود و همیشه می‌خواست به علومی بی‌نظیر و بسیار کامل دست یابد و آنقدر این مسئله برایش مهم بود که با شیاطین وارد معامله شد و حاضر شد گرانبهاترین دارایی خود را تقدیم لوسیفر یا شیطان کند. دوستان عزیز، برای اینکه به چگونگی ارتباط این دانشمند بزرگ با شیاطین پی ببرید و بدانید او در ازای خواسته هایش چه چیز با ارزشی را از دست داد و معامله با شیاطین چه عواقبی برایش داشت، با ما تا آخر این ویدیوی عجیب و مهیج همراه باشید. دکتر فاستوس یکی از دانشمندان و محققان آلمانی تبار. او از علوم مختلفی مثل پزشکی، منطق، مذهب و قانون ناراضی بود و همیشه می‌خواست دانش‌هایی را بیاموزد که کاملتر و در محدوده بزرگتری از این علوم باشند و می‌خواست از طریق این علوم به قدرت بسیاری برسد. از نظر او علومی که وجود داشتند بسیار محدود بودند. بنابراین دکتر فاستوس تصمیم گرفت علوم جادوگری بیاموزد. بنابراین به کتابخانه بزرگ و شخصی خود رفته و کتب سری را پیدا کرد. در این هنگام دو فرشته خوب و بد بر او ظاهر شدند. فرشته خوبی ها به او گفت این کتاب باعث گمراهی تو شده و خداوند را از تو خشمگین می سازد و بهتر است به جای مطالعه این کتاب به مطالعه کتاب مقدس بپردازی. ولی فرشته بد به او گفت فاستوس، همین کتاب جادوگری را مطالعه کن، چون کتاب جادوگری سرچشمه تمام علوم است و تو با خواندن این کتاب به اسرار طبیعت پی برده و همه چیز را به فرمان خودت در خواهی آورد. دکتر فاستوس گفت دلم می‌خواهد هر چیزی را که اراده می‌کنم توسط ارواح برای من مهیا گردد. او از 2 نفر از دوستان خود به نامهای والدس و کورنلیوس درخواست کرد که اسرار جادوگری را به او بیاموزند. آن 2 نفر اصول جادوگری را به او آموختند و سپس به او گفتند از این به بعد تو هر چیزی را می‌توانی با سحر و جادو انجام دهی. فاستوس در گوشه از باغ دایره‌ای کشید و بعضی از نام‌های مقدس را داخل دایره نوشت. سپس شروع به خواندن وردهایی خاص و نیایش‌هایی ویژه کرد تا اینکه مفیستوفلیس ظاهر شد. مفیستوفلیس از شخصیت‌های اسطوره‌ای در آلمان و شخصیتی شبیه به دستیار شیطان بود. دکتر فاستوس وقتی از او پرسید تو کیستی؟ او پاسخ داد من از ارواحی هستم که به همراه شیطان یا همان لوسیفر از بهشت رانده شدم. و وقتی کسی در جایی خداوند را مورد لعن و نفرین قرار دهد یا به کتاب مقدس توهین و آن را لعن و نفرین کند، ما به سراغ او خواهیم رفت تا شاید بتوانیم روح و وجدان او را به دست بیاوریم و در اختیار خودمان بگیریم. فاستوس به مفیستوفلیس گفت برو به لوسیفر بگو من روحم را به یک شرط به او می‌فروشم و آن شرط این است که لوسیفر به من 24 سال زندگی بدهد و من در این مدت می‌توانم از تمام لذت‌های جهان استفاده کنم. و اما تو ای مفیستوفلیس باید همه جا همراه و در خدمت من باشی و هرچه از تو می‌پرسم جواب بدهی. مفیستوفلیس درخواست دکتر فاستوس را پذیرفت و رفت که با شیطان صحبت کند. او بعد از مدتی از نزد لوسیفر برگشت و به او گفت لوسیفر گفته باید با خون خودت قراردادی نوشته و آن را امضا کنی و تمام شرطها را قبول کنی. فاستوس پذیرفت و دست خودش را زخمی کرد و با خونش قراردادی با این شرایط نوشت. فاستوس باید هم از نظر فیزیکی و هم از نظر روحی به جلگه ارواح در بیاد. مفیستوفلیس باید همواره مطیع و فرمانبر فاستوس باشد. هر چیزی را که فاستوس بخواهد مفیستوفلیس وظیفه دارد برایش مهیا کند. مفیستوفلیس باید همیشه به صورت نامرئی در خانه فاستوس حضور داشته باشد. هر وقت که فاستوس بخواهد مفیستوفلیس به هر شکل و صورتی که باشد باید در نزد او حاضر شود. فاستوس همچنین قبول کرد که
پس از 24 سال روح خود را به ابلیس بدهد و ابلیس میتواند روح او را به هر کجا که اراده کند ببرد. بعد از نوشتن این قرارداد روی بازوی فاستوس عبارتی با حروف لاتین نقش بست که معنی آن این بود: ای آدمی پرواز کن. فاستوس با خودش فکر کرد کجا میتونم برم؟ اگه بخواهم به سوی خدا بروم مرا به دوزخ پرتاب خواهد کرد. مفیستوفلیس وقتی سرگردانی و تردید فاستوس را دید، با کمک شیاطین دیگر لباسهایی گرانبها بر تن او کرد و تاجی زیبا بر سرش نهاد و سپس به او گفت حالا هر کاری اراده کنی میتوانی انجامش دهی. اولین سؤال فاستوس در مورد جهنم بود. او از مفیستوفلیس پرسید جهنم کجاست؟ و مفیستوفلیس گفت جهنم زیر آسمان و در بطن عناصر طبیعت است و حد و حدودی ندارد و هر کجا ما هستیم همانجا جهنم است. بعد فاستوس از او خواست زیباترین دختر در آلمان را برایش بیاورد تا بتواند ازدواج کند و خانواده‌ای داشته باشد. مفیستوفلیس به او گفت تو برای به دست آوردن زیباترین زنان نیازی به ازدواج نداری و هر زن پاکدامن و دانایی را میتوانی داشته باشی. و سپس کتابی به او داد و گفت هر چه بخواهی در این کتاب هست و جواب تمام سوالات در این کتاب می باشد. فاستوس با کتاب و موقعیتی که به دست آورد سرگرم شد. چند روز بعد وقتی فاستوس و مفیستوفلیس از پنجره ستارگان را تماشا می کردند، ناگهان هر دو فرشته خوب و بد جلوی فاستوس ظاهر شدند. ولی باز هم فرشته خوب نتوانست نظر فاستوس را عوض کند. فاستوس در مورد جهان سوالاتی از مفیستوفلیس پرسید و او به تمام سوالات در مورد ماهیت جهان پاسخ داد. اما وقتی فاستوس از او پرسید آفریننده جهان کیست، او از این جواب دادن امتناع کرد و این برای بار دوم بود که باعث شک و تردید در فاستوس شد. و ناگهان لوسیفر ظاهر شد و قراردادی را که بینشان منعقد شده بود را به او یادآوری کرد. مفیستوفلیس و لوسیفر تجسم 7 گناه کبیره را برایش به نمایش گذاشتند تا او سرگرم شود. این 7 گناه عبارتند از غرور، طمع، خشم، حسادت، پرخوری، تنبلی و هوسبازی. این 7 گناه به همین شکل در برابر فاستوس ظاهر شده و خود را معرفی کردند. این نمایش او را به شدت تحت تأثیر قرار داد و باعث شد تردیدهایش را از یاد ببرد. او با قدرت‌های جدید و همراهی مفیستوفلیس شروع به سفر کرد و به دربار پاپ در روم رفت و خودش را نامرئی کرد و کارهایی انجام داد و مراسم تولد پطرس مقدس را خراب کرد و قضا را از جلوی پاپ دزدیده و به گوش پاپ سیلی زد و سپس با همراهی مفیستوفلیس راهبان را کتک زدند و جرقه‌هایی از آتش را وسط مراسم پرتاب کردند و همچنین به دربارهای اروپا سفر کرد و شهرت بسیاری کسب نمود و در نهایت به دربار امپراتور آلمان شارل پنجم که بزرگترین دشمن پاپ بود دعوت شد. شارل پنجم از او خواست که بهش اجازه بدهد اسکندر مقدونی را ببیند و فاستوس تصویری از اسکندر را برایش تداعی کرد و شارل را کاملا تحت تأثیر قرار داد. یکی از شوالیه‌ها قدرت‌های فاستوس را باور نکرد و او را مسخره کرد و فاستوس 2 شاخ گوزن بر سرش رویاند و شوالیه عصبانی شد و گفت از او انتقام می‌گیرد. فاستوس بعد از این سفرها به خانه‌اش برگشت و باز هم نگران قولی بود که به لوسیفر داده بود. روزی مردی نزد فاستوس آمد و خودش را خریدار اسب نامید و به فاستوس گفت می‌خواهد اسبش را به قیمت $40 بخرد. فاستوس اسبش را به او فروخت و به او گفت با این اسب نباید از رودخانه عبور کنی. مرد به این حرف اهمیت نداد و با اسب رفت و اتفاقاً رودخانه‌ای در مسیرش بود و خواست از آن عبور کند و ناگهان اسب در زیر بدنش به توده‌ای کاه تبدیل شد.
مرد خود را از این مهلکه نجات داد و به سمت خانه فاستوس برگشت تا پولی را که بابت اسب پرداخته بود پس بگیرد، چون مطمئن بود فاستوس جادوگر است و او را فریب داده. وقتی وارد اتاق فاستوس شد، او خواب بود و مرد خواست بیدارش کند که مفیستوفلیس به او هشدار داد که او را بیدار نکن، چون فاستوس بعد از 8 روز تازه توانسته بود بخوابد. مرد بی‌اعتنا به او پاهای فاستوس را کشید که او را بیدار کند و ناگهان پاهای فاستوس از جایشان در آمدند و مرد آنچنان دچار وحشت شد که حاضر بود $40 دیگر نیز بپردازد و فوری از این خانه برود و او این کار را کرد و با ترس بسیار از آنجا گریخت. از طرفی به فاستوس اطلاع دادند که دوک ون هالت و همسرش می‌خواهند در کاخ خود از فاستوس پذیرایی کنند و او به همراه مفیستوفلیس به این مهمانی رفت. فاستوس به همسر دوک گفت: هر چی دوست داری از من تقاضا کن و من به راحتی خواستت را انجام میدم. دوشس تقاضای انگور کرده و گفت: الان فصل زمستان است و انگور نیست، ولی من هوس خوردن انگور دارم. و فاستوس به مفیستوفلیس گفت: فوراً انگور بیاور. و او آورد و دوک و دوشس در حیرت بودند و از فاستوس تشکر کردند. فاستوس گفت: چون زمین به 2 نیمکره شمالی و جنوبی تقسیم می شود، وقتی اینجا زمستان است، جای دیگر تابستان می باشد و من در هر جای گرم سیر دوستانی دارم که به راحتی برایم انگور فراهم کرده و به سرعت برایم می آورند. دوستان عزیز، اگر این داستان را تا اینجا پسندیده اید، لطفاً آن را لایک کنید و در کامنت ها برایم بنویسید. زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی مطلع شوید. لطفاً کانال را به دوستان خود معرفی و آن را به اشتراک بگذارید. در ضمن 3 برگ سبز هم برایم بگذارید تا ببینم چه کسانی تا اینجای داستان با من همراه بودند. و اما ادامه داستان. فاستوس دوباره به خانه اش برگشت و تمام داراییش را به خدمتکارانش بخشید و می‌دانست که زندگیش به پایان رسیده و او آماده بود تا آخرین خواسته هایش را به دست آورد. او در اتاق کارش با 3 دانشمند در حال صحبت بود و بحث آنها در مورد زیباترین زن عالم بود و آنها هر 3 اعتقاد داشتند زیباترین زن هلن از تراواست که زنی افسانه‌ای از اسطوره‌های یونان باستان است و فاستوس با کمک مفیستوفلیس هلن را احضار کرد و هلن جلوی آنها قدم زد و آن 3 دانشمند محو زیبایی او شدند و سپس هلن با سرعت محو شد. دانشمندان از فاستوس تشکر کرده و رفتند و بلافاصله پیرمردی نزد او آمد و به فاستوس گفت: در ساعات پایانی عمرت توبه کن. سخنان پیرمرد روی دکتر فاستوس اثر کرد، ولی مفیستوفلیس آمد و گفت: پیمانی که بستیم را یادت هست؟ تو نمیتوانی به لوسیفر خیانت کنی. فاستوس ناامید و سرگردان تسلیم او شد، ولی به او گفت: برای آخرین بار و به عنوان آخرین درخواست دوباره هلن را برایم ظاهر کن. وقتی هلن دوباره ظاهر شد، فاستوس مانند دیوانگان او را ستایش کرده و جملات شاعرانه بسیار زیادی در وصف زیبایی او گفت. وقتی هلن رفت، فاستوس دوباره تنها شد و در اندوه فرو رفت و در ساعات آخر عمرش دچار ترس و پشیمانی زیادی شد. 3 دانشمندی که با او ملاقات کردند با هم آمدند و فاستوس به آنها گفت: آنقدر گناه کردم که دیگر امیدی به بخشودگی خداوند ندارم. دانشمندان گفتند: اگر توبه کنی خداوند تو را میبخشد. و فاستوس گفت: خدایی که من او را رنجاندم و از من خشمگین شد، دلم میخواهد گریه کنم، ولی شیطان چشمه اشک را در وجودم خشکانیده است. فاستوس به آنها گفت: من همه آن کارهایی را که خداوند برای انسان منع کرده بود را انجام دادم. یکی از دانشمندان خواست تا لحظه آخر کنارش بماند،
ولی فاستوس و 2 دانشمند دیگر گفتند که دیگر کسی نمیتواند به او کمک کند و فاستوس باید لحظات آخر عمرش را در تنهایی سپری کند. ساعت 11 شب بود و فاستوس می‌دانست که فقط 1 ساعت تا نفرین ابدی باقی مانده است. رنجش این بود که می‌دانست از سعادت ابدی محروم می‌شود و باید نفرین ابدی را تحمل کند. وقتی ساعت 11:30 را اعلام کرد، او التماس کرد که عذابش ابدی نباشد و گفت: پروردگارا، حتی مرا 100,000 سال عذاب بده، ولی اجازه نده این عذاب ابدی باشد. وقتی ساعت 12 شد، فریادهای او برای طلب بخشش بی‌فایده شد و شیاطین با چهره‌های وحشتناک وارد شدند و فاستوس را با خود بردند. دوستان عزیز، اگر این داستان را پسندیده اید، لطفاً آن را لایک کنید و در کامنت ها برایم بنویسید. زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی مطلع شوید. لطفاً کانال را به دوستان خود معرفی و آن را به اشتراک بگذارید.